ماتریکس. خوش اومدین به یه ویدیوی جدید. میخوام دعوت کنم از یه رفیق قدیمی، رفیقی که 13 سال با هم بود، آقا رضا. سلام بر تمامی دوستان و میان همیشگی. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال خودتون، کانال ماتریکس 2 نفره. توی این ویدیو ما چالش خنده داریم و هر چی که بخنده در آخر میسوزه. بعد بگین تو چرا نمیخندی؟ من میخوام همین الان آماده سازی کنم، چون میدونم این قطعا نخواد بخنده نمیخنده. 13 سال رفیقم و یه بار نشد بخنده. ولی شما رو چرا میبینه اینقدر ذوق مرگ میشه واقعا؟ یعنی الان داره خودشو میکشه خنده. بچه‌ها ذوق دارن. و بچه‌ها مجازات این ویدیو هر چی 30 و چند تا ویدیو بود؟ 35 تا فکر کنم. 35 تا ویدیو بود و توی این 35 تا هر چی بیشتر بخنده قراره روی قرقروت فلفل سیاه بزنه. بچه‌ها توی قبرستون هم دیگر ملاقات و تا 20 ثانیه بعد جلوی دوربین خودش رو نگه داره، بعد میتونه فرار کنه. بعد از فرارش هم یه چیز عجیبی که داره، قرارمون اینه که چی بشه؟ بدون ریاکشن بخوریم اونو. بله. لعنتی قرقورت انقدر ترشه نمیتونیم آخه. و یک چیز دیگه، اگه لایک این ویدیو به 100 تا برسه ما 5 مدل چیپس مختلف رو میگیریم و تندترین سس‌ها رو روش میریزیم و میخوریم. روزگار از تنها چیزی که بدم میومد تندی بود. خدا بیامرزت. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تشکر دارم. قربونت دارم. بزن بریم. من بدون ریاکشنم. فکر نکن. خب بابا من ویدیو نبینم، قیافه همینو ببینم خندم میگیره. خدا وکیل خودتون الان نمیخندی به قیافه این؟ من چجوری به این نخندم آخه؟ بخندید، هر چقدر دوست دارید بخندید. هدف ما شاد کردن شما. آبا بیار بالا. ما اینجا این مارکشو کنی موقع اسپانسر چیزی نشه. ما خیلی طرفدار داریم اسپانسر. همون ما قرار با دهن پر از آب شروع کنیم و این خودش خندیدن سخت‌تر می‌کنه. نخندیدن البته. حاجی من الان میخوام فقط خودم رو خالی کنم. رضا اول کاری مطمئن باشید میخنده. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه من لپام گنده از دشینم بخار فکر کنم یه بای بادکنکی بشن. در جر میخوام خنده. خب بچه ها رضا رو از دست دادیم، داره آب بیار. بچه رضا رو از دست دادیم. اومدی؟ بیا مشکلی نداره. دیدی گفتم ما همدیگر ببینیم بخندیم، مثلا لازم ها به ویدیو نیست. بچه از همین الان بچه ها این ویدیو اگه 30 تا لایک بخوره سری بعدی چش تو چش بازی میکنیم. قبول. خب بسم الله الرحمن الرحیم. منو خوشتی. بچه قشنگ نگاه کنین، معلومه داره از عشق میاد. واکنش برادر من عالیه. بخور. इश्क की तलाश है फना किया मुझे ये चाहने की आस ने तरह انسانیتت کجا رفته پسر؟ چجوری شب سر تو راحت میذاری رو بالش میخوابی؟ مال دنیا ارزش نداره پسر. لعنت الیاسی. باشه توف کن.
انقدر بعد نقاب کردن خندم گرفت. بچه رضا قیامت اینجوری ببین میخوام پوکر بشم جدی. پوکر؟ به خاطر شما هم چشم. بچه ها این اصلا پوک هست، این کلا مغزش پوک هست، میخواد پوکرتر هم بشه. من نمیدونم. آقا چقدر شد؟ قابل نداره 4 تومن. ببین من از اوناش نیستم ها. شما مردا چرا تای زمین میبینید دست و پای خودتون رو گم میکنید؟ خجالت بکش آقا. نه دیگه من نیا. مگه خودت خواهر مادر نداری؟ تموم شد. آره. نفس عمیق بکش. واسه میگم گازوئیل زدین اشتباهی. آره باید چیکار کنم؟ حالا خاصی نمیتونی بکنی. همین سر خیابون یه دونه مکانیکی یه سطل آشغال گنده است. برو ماشینتو بنداز اون تو. تمام. تو رو خدا. چه بگم؟ من خوی بردار پدر نداری. اون از من از اوناش نیستم. نگاه خبری ایداد بیداد من واقعا از شما عذر میخوام. من نمیدونم تو ماگی شخصی خودتون قهوه بریزم. ببخشید. قرام ساک تو سرت بکنن مرکی خبر. اما اصلا به تو چه؟ نه تو ما چه؟ چی کارش داری؟ چرا داری میزنی؟ این 2 روز با یه دختری آشنا شده براش آیفون 17 خریده. راست میگه؟ آک تو سرت. ای وای کشتیش رفیقم کشتی زرمون مغزش کردی. تو سرش زدم تو باسنش. های رفیقای من مغزشون تیکونشون. هر شب با گریه میخوابم لعنت کن شدایی من که میمردم واسه تو که نه. مگه نمیری تو حال خودم هم راننده توی خدا زدم بهش دورش نشده باشه. برو فامیلمونه سگ زدم. سگ فامیلتونه. برو گم شو. خودم رو نگه شدم بخندم یا خندیدی. فقط اونجاش لاستیش بیرده مارک آودی چه خیلی قشنگ. یارو 300 تا مارک زده سره. فرمو فراری بود. روی جرجیر پرشه بود. پشتش یاماها بود. این چی بود؟ این چی بود زده بودش یارو. یه ماشین میبینی 100 تا آرم داره. 100 تا شرکت ساختنش. عجیبه. شهر عجیبیه. قابسته راستی که بی ام و یاماها فراری یه چک مساوی این دادش. پیرمرد مهربون مزرعه داره تو مزرعه‌اش یه گاوه چه
شیر دارن ما رو دوست دارن ماما میکنن همیشه که داداش این چند؟ اون 1,980. چجوری دیدی؟ اون بگابی هست دیگه. اگه راست بگی این چند؟ اون 1,580. حاجی چجوری دیدی؟ من اینجا سید هاشم یکیه به صد قبرستون منشور نمیرسونی تا شهرک مدنی؟ ها کوکا بیا بالا یالا برو. نصفش من قبرستون چی کنی تو؟ خانوادم ولم کردن رفتن. نه بابا چون ما خیلی وقت دیگه اگه راست میگی خب غیب شو. مگه روحا غیب میشن؟ ها کوکا روحا غیب هم میشن. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن بار دیگر عرض تشکر دارم. یه سبیم فکرم درد گرفت. بچه روزا انقدر پر میکنه انقدر پر میشه فکرم درد گرفت. شبیه این سنجابه هست آسوخی جمع میکنن یه لفشون انقدر میشه. بچه موضوع این ویدیو رو گرفت یارو خودش روح بود پشت فرمون. نگاه گیب میشن. بچه خندم نگه فکرم درد گرفت. آبا بدونم اوی ام اسپایدرمن حرکت های نیما تکیدویی میزنی. بچه این یکی از طرفدارای پروپا قرص نیما تکیدوه. واقعا الان از موقعی که شروع کردین طرفدارشه. منم هستم البته. دروغ گفت به من. خوبه چیزی مهریش نکرده بود. بازیم دادی از پشت خنجر زدی خب هندیش نکن اصلا مسئله شخصی نیست. رایگان تو عمومی تو عروس نننه. فکر کنم اسم ننه تو بدونه. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن بار دیگر عرض تشکر دارم. خدایا من شنیدم تو هر کیو دوست داری غیر مستقیم بهش میگی. مشی اگه مالم دوست داری پس فردا قراره به یه جایی برسیم. خب تو رو به این طبیعتت قسم یه نشونه هم سر راه ما بذار مشی. بمیرم من واسه عشق دوتامونو واسه تنهایی بی انتهامونو. Cara, tu quase cai, sai daqui, sai daqui. Helicóptero, helicóptero. با فکرم درد گرفت. دوستان آقا یه هر دقیقه به دقیقه آقا فکرشو خالی کنه خب کمتر پر کن. چجوری خودم نه چجوری زدم ما چی؟
یه جوری آب خورده آروغه رو زده چشمی آخه منم به خودم هم کوب کردم آنجا بده من اونو الان یک چیم؟ الان یک چیم؟ بچه هم ما حرف هم نزنیم زبون همون میفهم Okay. And اصلا کاری نکنم یاره که اون زنه داد یه خدا چی بود آخرش من یه بار پچی بری آب پر کنی 2-1 میرم آب پر دودی دودی دم دم دودی دودی دم دودی دودی دم دم دودی دودی دم چرا اومده شرم داریم میبینیمش اینجا بریم برای ادامه بچه فکر میکنین اسپایدرمنه ولی شاید باورتون بشه منم بد ممنون سریعتم خوش اومدید به قسمت اول زیگین خونه This is the end. Hold your breath. دهن تو باز کن مامان دهن تو مامان دهن تو باز کن به خودم ببینی دهن تو باز کن دهن تو باز کن مامان قول میشه دهن تو باز کن دهن تو باز کن دهن تو باز کن میگم دهن تو باز کن سه باز کن بچه ها اون باشگاهی بود 2 نفر اون من و یاسینیم دقیقا وقتی ما میریم باشگاه همینیم من میفتم دنبال این ببین همین کشه رو میبینی یه بار اومد نشینه بزنه من اینجوری کشه رو کشیدم
این نشسته بود همچین برشگر خودی کمر تا 3 روز فقط داد میزنه در منم اینا یه دونه مشت رومن ریز رو زدم تو سرش. این خیلی دردش بیشتر بود. بچه من یه خاطره تعریف کنم. یارو که فقط میخونه آی لا 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 خیلی قشنگ بچه من یه خاطره تعریف کنم. رفته بودیم شمال، بعد داییم تو جنگل یه تاب درست کرده بود بزرگ، از این درخت تا اون درخت فرض کنید. بعد تازه وقتی بستیم تابا فهمیدیم زیر پامون پشل گاوه. بعد هی تاب میخوردیم حواسمون بود یه تاب چپ داشته بیافتیم رویامون. استرسی که من اونجا داشتم سر امتحان نداشتم. بده بخوریم. کاکا تو زمانی که تو حرف نزنی ما نمیتونیم کمکت کنیم. این فقط زن طلاق داده قد مکره. خاطر با بابات مرده. تا صبح بالای سرم قسمی میکنی. معتاده. چنگش نزن. میگه از جلوش تا صبح آب میومده. مامور نزنش میکشتش. خیلی جیگر داره. کاکا 4 تا مرغ میندازیم بالا میریم شمالا. اپکری در شو. جون خودت خرابمون نکن. بیا بیرون ای حالو. عدب Bye. Yourself. باختم 3-1 شده. یزید. خب آقا بیار وقت مجاز من آقا بچه ها اگر باد گرانی بود و رفتیم، اگر نامهربون وقت به فنا رفتنشه. بچه ها مجازات اول ویدیو بهتون گفتم دیگه. دروغیه. یه قرقروز روش هم فلفل 2 تا شده بذار آقا خودم نه آقا باز کنم آقا یکیش مال خود آپارات this is قرقروز قرقروته به خدا این قرقروته this is fake 5 تومن دونه خریدیم 5000 تومن آخه من رفیقی خسیسم دونه 5000 تومن پول دارم. بچه ها هزینه کردم لایک کنید. فلفل قرمزه. بله شوخی کرد. گوشه جون گوش بشه به تبه نخواستی دفع بشه. 3 بدون ریاکشن باید بخوریش.
نیستش من نه بابا. نه 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 بده من میخوام من یه برنامه دارم برای بچه‌ها برای بچه باش بچه خودش میخواد بیه به فنا بره به من بخور نه کامل بنداز دهنت بدون ریاکشن کامل بخور برو بونه خواهم الان نه اثرش بود نه خدا وحید اصلا هیچی نبود. ببین فرسون قراقورتا داره توشی رو نشون میده یا اون تونیه میان دیگه منم هستم فرس کن اونجوریه. بیا اینم بخور قاطیشه یزید تو گفتی یه دونه دوست داری؟ دارم میسوزم. نه خب میشه بدوی بری میتونی بچه گو خورنم الان میسوزم برینه توش. خدا به خودش سوخته نه اوکیه فقط پرید تو جروم اینا به تندی من حساسیت ندارم پرید تو جروم یا اینجوری هورد چشیدم گلشتم دوستان خدا اونم سوخت و علکی عدا در می آورد بریم ببینیم در چه حالیه. حاجی تون نبود؟ یاتاقان داری میزنی من دوربین نها کن چه خوب ادا در آوردی به قرآنش تون بود مال من خیلی تون بود حاجی من هورد چشیدم رفت ته جلوم فلفله چشاتون اما تو هورد کشی رفت تو گلو چشاتون نشون بده به دوربین بچه داریم میمیریم اینجا داریم تلفات میدیم تو چیکار کنی؟ من میخوام تاوان پس بدم ولی قراقورتا داره کار خودش میکنه قراقورتا ولی حال داد به من فلفلت پرید ته جروم ببینیم آقا یاسی میخواد چه هنری نشونه چرا همچین بوی میده آجی فلفل دیگه خب بوی فلفل نمیده عطست میگیره به خاطر همون اون بو رو داره عط دیدی گفتم؟ خدا رحمتت کنه خودت داری خودتو مجازات میکنی بدبخت یعنی ببین من یه مجازات دادم قرقرود با فلفل تو داری اونا سس تون نداریم؟ قرار بود سس تون بگیریم ولی چون پیدا نکردیم مجبور شدیم از قرار کنیم بچه ها قشنگ وایسا بچه ها ببینن قشنگ به آره منجمد شمالی جنوبی بچه ها اینه من خودم هم دیدید خوردم من با این چه نبد میخوردم بارده بودم خوردم ببین رضا اینو میخورم بدون ریاکشن خب ولی یادت باشه قراقورتا داره اذیت میکنه وایسا همینجوری وایسا نگاه کن به دوربین نگاه کن دارم زوم میکنم بی حالو بخور بس وصیتی نداری؟ نام خداوند جان و خرد 3 2 1 بدو مرد بدبخت بچه دو ما در متوجه شده دلم کن فلفل خوردم انرژی گرفتم آجی ولی دهنم داره میسوزه
خب همه جوریه دیگه این شاید باورتون نشه فرفره. درودی دیگر. بدرود. پیک